در تاجیکستان درباره بالا بردن موقع زن زیاد صحبت می کنند. چند فرمانی رئیس جمهور هم درباره جلب زنان به کارهای اداره‌کنی، مقامات اجراییه و حتی قانونبرار صادر شده است. خود امام علی رحمان صحبت کردن در این موضوع را دوست می دارد و در اکثر باخوری‌هایش با فعالان به این نکته تأکید می کند. شأن و شرف و حیثیت زنان و دختران را احتیاط و احترام کنیم. با آنها یعنی بانوان و دختران با نظر نیک و با عزت و حرمت مناسبت نماییم. ولی در اصل وضع حقوق زن در تاجیکستان بسیار نگران کننده است. زنها بدون هیچ دلیل در کوچه ها بازداشت و به اداره پلیس برده می شوند. آنجا تحقیر، لطوکوب و حتی تجاوز می شوند. همیشه در جای کار مورد آزار جنسی قرار می گیرند. حق ورود به اداره های دولتی از جمله مکتب و بیمارخانه را با روسری ندارند. در مساجد بر رویشان بسته است. نیلوفر رجب مادر 3 فرزند در تاجیکستان زندگی می کند. او مادری تنهاست و 2 فرزندش هم معیوبند. ماه قبل نیلوفر برای خریدن دارو برای فرزندانش بیرون برآمد و این خروجش به روز شوم تبدیل شد که نمی تواند فراموش سازد. خود او چنین قصه می کند. مرا 2 نفر کشوله کرده و پدوال بردن. همچو خر برین. مالک پوچوهم از کار موندک. مرا لرزم گرفت. راستی شیخالی گفتن 15 سوتکا ترا محکم میکنیم توی خوین. تلفن ما دستم زده گرفتن. من گفتم با کدام اساس در کجای قانون آمدگی که شما با زن خیلی رفتار کنید؟ که گفتم تو زن نیستی، تو خدا زده ای، تو اخواگری. گرفتم میگه هیچی پلا نزده ایره دروغه کرده سپیکتاکل کرده ستی. گرفتم مرا بردم با پدوال. مبارزه با این شیوه لباسپوشی در تاجیکستان فقط مشکل نیلوفر نیست. زنان و دختران زیاده که سطر به بر میکنند مورد شکار و تحقیر و فشار از جانب مقامات قرار میگیرند. کبریا رجب و مالک آشخانه دنیای ناحیه اسپیتامین از جانب پلیس مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتنش را چنین نقل می کند. موی سرم کشید در دیوال 2-3 بردی خیلی کار چیز کرد زده در تنه دیوال. من دیدم ایتاج بردن. اول جای زیوت سکردن 5-6 کسای زیوت سکردن که شاید در ما مهمونی ساعت 12 بیگه بالا بردن. چشمو بستیدن 3-4 بار 5 بار هم کلدار درست شونده دووندن بردن آوردن. یا بچه درازی زردینه رسیدن. من دادگاه از جانب کارمندان پلیس مورد خشونت و بدرفتاری قرار گرفتن کبریا را رد کرد. کبریا زیر فشار مجبور شد که از بیاناتش دست کشد و به خاطر امنیت خود و فرزندانش کشور را ترک سازد. تنها بعد مراجعتش به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به کبریا اجازت دادند که 5 فرزندش را از تاجیکستان بیرون برد. مقامات تاجیکستان برای در ترس و هراس نگه داشتن مردم از شیوه های گوناگون کار میبرند. یکی از این شیوه ها استفاده زنان برای فشار و مردان سرکش است. نیلوفر میگوید بعد آنکه دانستند که او دختر سیاستمدار زندانی رحمت الله رجب و خواهر ژورنالیست مقیم اروپا شهرت رحمت الله که در برنامه‌هایش از حکومت تاجیکستان انتقاد می‌کند هست، تحقیر و فشار را بالایش بیشتر کردند. بعدم گفت زمون که اگر خواهین خدا زده فهماند میکنیم
15 نفر تقریبا بودن، همشون از هر جا بودن، همشون لباسای گرجدنی داشتن. در کابینت پادپالکونیک بعدا گفتن که گیرن لیبلی چشکنن همه کسا پالونش کنن، یک قطعه سیومکا کنن، گفته با اکای خوینش روان کنن. اکای خوینش دیده خودکشی کنه، ای باشد در اینجا تو باشی گفت در اینجا خط میکشی، پدر دوجا گفت خط میکشه. اومد به نزد من همی پادپالکونیک کورتکم ایتنم هم خیلی پیش کشید. تجاوز به ناموس زنان از طرف کارمندان پلیس هم از واقعیت‌های تاجیکستان است. برای مجبور به اقرار گناه کردن، حتی گناهی هم که انجام ندادند، پلیس می تواند چنین جزا دهد. اگر همه حالت بگفتن، اگر 20 تا کشتگی میگفتن که بسراتگیر من سلام میگیدم، چون که باها ناموسی تیا ما بنده مانده. وقتی که من این کار کردم، این کاره و هم گفتن که زنگ زدن که رفته زنش عقبیده گرفته بید. بعد توی آوردن من به نشان دادن، گفتن که اگر حاضر تو این گفته های ما نمیگویی، ما همه کسا زند به ناموسش به تجاوز میکنیم. گفتن بعد و هم چیزی اینهای گفتن، شوهرم گفتن مالا شما زنم به دست نرسونه. من آنچه که گفتن میگم و هم طور کامل به میشنونه، همه چیز تکرار میکنه شوهر من، بعد کامل به ضبط میکنه. لطوکوب در اداره پلیس یک امر معمولی است. و پیش کشید مرا و دست بگی گفت خیلی بزرگ کش. من گفتم اکا نکنه، نه خدا بترسن. همه خیلی کشید ایترم کرد کرا، یک موش در پشت سرم زد. من تمزاشی تکردم، همه خیلی گرفت اعلام کردم چه دستول چی کاشت ماندگی بود. زدم هم میانم از کارمان دیگه، از میان پایانم در عرضت رو من از کارمان بنیخواید پشت پای وزن داشتم. لطوکوب از طرف پلیس تنها در ادارهش صورت نمیگیرد. یک پلیس در تاجیکستان می تواند به زن در کوچه حمله و او را لطوکوب کند. استاد قربانова ساکنی 75 ساله ناحیه عینی به غصب زمین گناهکار شد و تحقیر و شکنجه های را تحمل کرد که نه هر مرد می تواند تاب آورد. من گناه ندارم بچه جون. من اینو همطور غیر قانونی بردن شنوندم، با بردم 10 روز ایدس که داشتن الو سر دادن با یه امپلی 10 گرمی کسش برادر منو اکول کرد. من نمیدونم اونا منو چیکار کردن. حالا من همین که منو آزاد کنن، من بی گناه، من یگون گناه ندارم. آدمایی که در حق من کردن اونه به جواب کشیدم. تحقیر زن در کوچه، جایهای جمعیتی و حتی خانه و مغازه خودش یک امر معمولی است. در شهر خاروق یک کارمند بلند رتبه وزارت کارهای داخلی به مغازه سری راهی در آمده جوانزنی را که در آنجا به فروش محصولات قرار داشت زیر بارانی حقارت گذاشت. مرد که کلام خورده اینجا برو مرا میگه که ما خیلی میلیسایوش خیلی چرا گنرالش من میدونم مورا چی با مرا پیشونا میبرید نمیگویی خیلی چی نیست میتوند با او حق نداره که میونه پیش من ترا میگه ببروید همشان. بلند کردن صدای اعتراض در تاجیکستان جنایت است. مقامات هیچ اعتراضی را، حتی اعتراض اجتماعی را نمی بخشند و با سختی از اعتراضگران قصاص می گیرند. وقتی که خواستند نرخ اینترنت را بالا بردارند، دلنازه محیدینова یک زن فعال جامعه شهروندی با نشان اعتراض فلش ماب به راه انداخت و ضد بالا بردن قیمت اینترنت امضا جمع کرد. بعداً این زن
نه تنها زیر فشار سختی کارمندان پلیس قرار گرفت، بلکه مقامات ثبت محرمانه او را رسانه‌ای کردند. مرا عیب می‌مانند که برانگیزنده خصومت ملی هستم. باعث ناآرامی در شهر شدم و مردم را به شور آوردم. نقض سراسری حقوق زنان و مادران آنها را به حالت عصبانیت شدید می‌آورد. یک قسم زنان راه بیرون شدن از این حالت را در خودکشی می‌بینند، زیرا نمی‌دانند که به کجا مراجعت کنند. ناامیدی آنها را به کوی خودکشی می‌برد. در سال 2019 بیش از 400 زن خودکشی کردند. بعضی‌اشان با فرزندانشان خود را به دریا می‌اندازند. اینجا اومدم که اینجا مگم این پشماندگی بوده که تمام خودش نیسته. فیروز ممکن رفتیم خچه ای رو گرفتیم بوده کشه ای رو. حادثه های نیز جای دارند که زنها از جانب شوهر یا خویش و تبار شوهر کشته می شوند. اما چون فساد در اداره پلیس و دادستانی وسیع دامن پهن کرده است، چون این حادثه ها را روی پوش و آن را چون خودکشی معرفی می کنند. منصبداران و شخصان پولدار باشد عموماً از جوابگری آزاد می شوند. حادثه کشتار در پیش کودکان رخ داده است. همون کودک میدکش هر زمان میگوید که اوچم دادم با کرد زده کشت که خون فش برآمد. یک دهشت است. در پس منظری نقض سراسری حقوق زنان و مادران از طرف کارمندان پلیس، وزیر کارهای داخلی درباره بزرگی زن مادر میگوید و شعر می نویسد. مادر فرشته بود که گفتا که پر نداشت، فرزند بود بال و پرش خود خبر نداشت. شاید خبر زی بال و پرش بود هم، ولی فکری جدایی از پسر و از پدر نداشت. نه فقط حقوق زنهای خانشین یا تحصیل نادیده پایمال می شود، بلکه زنهای معلومات دار و آگاه هم از حقوق خود دفاع کرده نمی توانند. زیرا ترس و ناامیدی جامعه را فرا گرفته است. هنوز سال 2004 حکومت کشور برنامه دولتی بلند برداشتن موقع زن در جامعه را قبول کرده بود. ولی با گذشت 16 سال از قبول آن برنامه، نقض حقوق زنان به مراتب بیشتر شده است. همساله توسط کوتای پرزیدنتی دخترهای زیاده از دهات دوردست شامل دانشگاه و دانشکده‌های کشور می شوند. اما به جای بیشتر به تحصیل فرا گرفتن دختران، آنها به مرشرافگاه‌ها جلب شده ماه‌ها در هوای سرد یا گرمای تفسان بیرون از دانشگاه هستند. زنان و دختران را بی‌رازیگی‌شان به آزمون‌های گوناگون جلب می کنند. کسی از ترس آواز بلند نمی کند. یک هفته اخیر می شود که از صبح سحر تا نصف روزی، بعد نصف روزی ما برای نوروز جشن گرفتن نوروز تیاری ایستاده ایم. بله، از همه درس‌ها آزاد، همه ریتینگ‌های مثال ریتینگ‌های ما همه با بهای 100 بال مانده شدن و تا نوروز و بعد نوروز هم استراحت. پایمال کنی حقوق زنان و دختران تنها قسمتی مصیبت است. هر سال ده‌ها دختران سینی مکتبی در معرکه‌های پیشوازی رئیس جمهور زیر آفتاب سوزان یا تنی یک کرته در هوای سرد نه تنها سلامتی
балки гоҳо ҷони худро аз даст медиҳанд. марги ду духтари наврас дар кони бодом дар соли 2014 ва дар як нафар дар ваҳдат дар соли 2016 танҳо ҳолатҳое ҳастанд ки расонаӣ шуданд. дар аксари маврид мақомот бо фишори шадид ба волидони наврасон аз расонаӣ шудани ҳолатҳои маргу беморӣ ҷилавгирӣ мекунанд. занҳо бахусус агар танҳо, нодор ва бепуштибон ҳастанд, ҳатто хонаи худро аз ғазаби мақомот ҳифз карда наметавонанд. ман амир зумазан мавдако заборма кандан, кухнима кандан, охшунама кандан, ҷои хӯрокпазӣ гулакома кандан, як хонада мондан тамом. ҳама агарот пагарот рахт рахтан азиз бошид. ина меган дар ҳамин хона зиндагӣ ки ист шамо бикани ба кай пул шава мо чӣ хеле кунем. нилуфар низ дар ҷое кор намекунад бо нафақаи фарзандони маъюбаш ки он ҳамагӣ 500 сомонӣ аст зиндагӣ мекунад. аммо вақте ки бо зӯроварӣ ва хушунат дар полис рӯбарӯ шуд ва ҳуқуқҳояшро поймол карданд ва вақте ки ӯ зидди ин ноадолатӣ овоз баланд кард, ӯро 550 сомонӣ ҷарима бастанд. гуфтам ки бояд ки аз рӯи қонун ту муҷозоти сахт шавӣ, аммо ду фарзанди маъюб ки дорем, мо дилмон ба ҳамун фарзандот сӯхт, ба ҳамин хотир 550 сомонӣ монтура ҷарима кардем. ҳамин рӯз нафақаи фарзандома 540 сомон ма ҳар моҳ мегирам. ман намедонам ура дар ду кӯдаки касалам беморам гирифта истифода барам ё ки пули онора супорам. ман хеле шароит надорам. хушунат, зӯроварӣ, нобаробарӣ ва поймол шудани ҳуқуқҳои занон ва духтарон дар Тоҷикистон онҳоро хеле дилсард кардааст ва ба зиндагии беҳтаре умед надоранд. ҳатто созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон аз тарс бошад ё мушкили дигар ба қазияи занон вақте ки дар пулис ё дигар сохтор шиканҷаву азият мешаванд расидагӣ намекунанд. нилуфар аз камтарин занонест ки бо вуҷуди фишори зиёди рӯҳӣ ва равонӣ ва бо ин ки ба кӯмаки равоншинос сахт ниёз дорад таслим шуданӣ нест. моҳе қабл ӯ ба раиси дастгоҳи ҳукумати Тоҷикистон Озодараҳмон нома навишт ки аз ҳуқуқи занону духтарон дифоъ кунад. ҳамчунин умед дорад ки созмонҳои байналмилалии дифоъ ва ҳуқуқи инсон ва ба вижа дифоъ аз ҳуқуқи зан ва кӯдак ва сарнавишти ӯ ва кӯдаконаш бетараф нахоҳанд буд. ин танҳо қисмате аз ҳолатҳои расонаишудаи нақзи ҳуқуқи занон дар кишварест ки даъвои баробарҳуқуқии марду занро дорад. дар асл рӯзона садҳо зан мавриди озору шиканҷа ва таъқиб қарор мегиранд, аммо имкони баланд кардани садояшонро надоранд.